سلام سلام سلام. به بخش دوم از قسمت اول پادکست گیت خروج خوش اومدید. ما تو گیت خروج پای صحبت کسایی میشینیم که به امید رسیدن به یه زندگی بهتر از ایران مهاجرت کردن. از خوبی‌ها، بدی‌ها و چالش‌های مهاجرت صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم چشم‌انداز روشنی برای کسایی که قصد مهاجرت دارن ایجاد کنیم. با ما همراه باشید. تو بخش اول با هادی آشنا شدیم. هادی برامون خلاصه از پروسه مهاجرت تحصیلی به آلمان رو گفت و ما رو با شرایط تحصیل در یکی از بهترین دانشگاه‌های آلمان، یعنی دانشگاه فنی مونیخ آشنا کرد. هادی از آب و هوای غیرقابل پیش‌بینی مونیخ گفت و توضیح داد که زندگی در یک شهری مثل مونیخ چقدر خرج رو دسته دانشجو میذاره. راستی اگه بخش اول رو ندیدین پیشنهاد میکنم حتما اول اون رو مشاهده کنید. خب بیشتر از این منتظرتون نذارم، بریم سراغ بخش دوم مصاحبهمون با هادی. شما اینطوریه که توی آلمان که هستید، اینطور که شنیدم سال اول کلا اجازه کار ندارید وقتی که ویزای دانشجویی میگیریم و میرین. حالا نمیدونم این چقدر درسته یا نه، و اینکه خودت اونجا کار میکنی یا نه، یا اگر هم اطلاعی داری از اینکه کی میتونیم اجازه کار داشته باشیم یه مقدار راجع به اینا توضیح میدی بهمون؟ آره حتما. باز دوباره برگردم به همون صفحه دومی که توی ویزا میخوره و یه سری توضیحات میده که خب اولش راجع پولی بود که شما باید همراه داشته باشی. بند بعدیش راجع به این نوشته که به عنوان دانشجو ایشون چقدر اجازه کار داره. ببین از نظر کار این چیزی که اول گفتی که سال اول اجازه کار نداری، نه این حقیقت نداره. خیلی‌ها میان همینجا. من یکی از دوستان بود 1 ماه بعد از اینکه اومد اینجا به خاطر رشته‌ای که داشتش که علوم کامپیوتر بود، توی یه شرکت و شروع کرد به کار. فکر کن ماه اول رسیدی بلا فاصله کارو میگیری و میری. یعنی اینجوری نیست که بگیم 1 سال اول اجازه کار نداری. راجع به اون محدودیتایی که برای دانشجو ذکر میشه توی ویزا، 2 تا محدودیت. یه محدودیت از نظر اداره مهاجرت و بحث اقامته. یه محدودیت هم از نظر بحث بیمه است. از نظر اداره مهاجرت شما به عنوان یه دانشجو فول تایم، حتی موقعی که شما به پروگرام دانشگاه رو چک کنی نوشته این پروگرام آیا فول تایمه یا مثلا پارت تایم، و اکثرا معمولا تو پوزیشن ارشد این فول تایم. پس طبیعتا اولویت تو باید رو درس باشه. از این جهت میگم شما به عنوان دانشجو 120 روز تمام وقت در سال یا 240 روز پاره وقت اجازه کار داری. حالا کار پاره وقت یعنی اینکه کمتر از 4 ساعت در روز. اگه بیشتر از 4 شد میری روی شیفت میکنی روی تمام وقت. آره این از این جهت پس شد 120 روز تمام وقت، 240 روز پاره وقت. از نظر بحث بیمه و حالا چون اینجا یکی از چیزایی که خیلی ضروری هستش و اصلا تا موقعی که نداشته باشی دانشگاه ثبت نامت نمیکنه، بحث بیمه دانشجویی. و بیمه میگه آقا شما بیشتر از 20 ساعت در هفته به عنوان دانشجو اجازه کار نداری. تو هفته 20 ساعت. چرا؟ چون بازم برمیگردیم به قبل، اولویت شما درسته نه اینکه کار کنی و بخوای پول در بیاری. منتها این 20 ساعت توی مدت زمانی که به قول طول ترم هستش چیزه به قول صحت داره و درسته، این موقعی که کلاس‌ها دایر هستش، توی تعطیلات بین دو ترم، یعنی در همین موقعی که الان هستیم شما اجازه دارید تا 40 ساعت در هفته هم برید. چون خب کلاس‌ها نیست، یه سری دانشجوها میمونن اینجا کارهای دانشجویی به قولی تابستونی میگیرن توی مثلا کافه، رستوران، بستنی فروشی‌ها، به خصوص دیگه تو گرما و اینا بستنی فروشی‌ها میرن شروع میکنن به کار. و خب تعطیلات بین دو ترم طرف میخواد تا جایی که میتونه کار بکنه که این مقداری حالا پول داشته باشه برای وقتی کلاس شروع شد یه پس‌اندازی تونسته باشه انجام بده. پس شد 20 روز در طول کلاس‌ها، 20 ساعت در طول کلاس‌ها،
40 ساعت در هفته هم در موقعی که تعطیلات بین 2 ترم هستش. این راجع به اجازه کار. و این ببخشید، و این هزینه ها چقدر میتونه اون هزینه هایی که شما، این درآمد چقدر میتونه اون هزینه ها رو پوشش بده؟ چون میدونی یه سری ها الان سوال براشون اینجاست که من اگه مثلا از طرف خانواده ساپورت نداشته باشن، ساپورت مالی نداشته باشن و صرفا همون تمکن مالی رو بهم بدن، آیا میتونم از سالهای بعد هزینه هام رو جبران بکنم، خودم درآمد داشته باشم یا نه؟ باز همچنان نیازه که از سمت خانواده ساپورت بشم. اوکی. ببین این بحثش یکم گسترده میشه، ولی اوکی بذار واردش بشیم. البته راجع به شهر مونیخ تو فکر کنم الان صحبت بکنی، یکی از گرونترین شهرهاست دیگه. آره. ببین این بحث این که واقعا این درآمده و پولی که تو میتونی در بیاری چقدر چیز بکنه، واقعا خیلی بستگی به اون فاکتورایی داره که قبلش صحبتش کردیم، مسکن، خورد و خوراک، به خصوص مسکن، چون واقعا یه بخش خیلی زیادی از خرج ماهانه شما رو پول اجاره خونه میبله، به معنی واقعی کلمه میبله و خیلی یه چیزیه که واقعا خیلی رو مخه. ببین راجع به درآمد بخوام بگم، ببین حداقل حقوق طبق چیزی که قانون میگه، حالا توی این ایالت و یه سری ایالت‌های دیگه 12 یورو بر ساعت. شما این کفش ها ممکنه یه جا شما بری بگن 14 یورو میدیم، یه جا بری بگن 16 یورو میدیم، کاملا یه چیز رندومیه، نمیشه قانون کلی براش گفت. منتها این توی ایالت‌های شرقی یه مقدار کمتره، چون به طور کلی ایالت‌های شرقی نسبت به ایالت‌های غربی، که میگم شرقی غربی منظورم آلمان شرقی، آلمان غربی، همون تقسیم بندی که گفتم از دوره جنگی. آره. ایالت شرقی یه مقداری از نظر اوضاع کلیشون، مثلا سطح رفاه و امکانات و اینا، یه مقدار پایین‌تر از ایالت‌های غربی هستن. چون ببین همونطور که گفتم توی این ایالت مثلا بایرن و ایالت کناریش، خب اینجا غولای خودروسازی و مثلا صنایع مدلی هستن. توی غرب ایالت مثلا نورد وستفالن، طرف دورتموند اگه اشتباه نکنم، اینجا صنایع فولاده، مثلا اونجا این چیزای فولاد و اینا هستش و از این جهت اینا ایالت‌های خیلی ثروتمندی هستن، مثلا خیلی شرایط توشون بهتره. و حالا که اینو گفتم اینم اشاره کنم، یه چیزی که خیلی تو آلمان رو مخه بحث مالیاتیه که اشخاص فراهم، ما که به عنوان دانشجو مالیاتی نمیدیم چون درآمدی به اون شکل نداریم، ولی یه مالیاتی هست که مالیات اجباری هم هست، یعنی شما چه بخوای چه نخوای باید بدی. مالیاتی هستش که شما برای بازسازی و توسعه ایالت‌های شرقی باید بدی، که این یعنی پول بیاد اینور که چیز بشه. حالا اینا رو گفتم که یکم دید کلی نسبت به ایالت‌های شرقی داشته باشیم و اونجا این رقم حقوق میتونه پایین‌تر باشه و هر جایی با توجه به شرایط خودش ممکن میگه من 9 یورو در ساعت بیشتر نمیتونم به شما بدم. اگه اومدی مثلا تو این کافه یا رستوران کار کردی 9 یورو. حالا من کار ندارم ایالت‌های دیگه 12 یورو میدن، من 9 یورو میتونم. ولی معمولا توی ایالت‌های حالا غربی و اینا این 12 یورو بر ساعت هستش و خب تو اگه حساب بکنی یه دانشجوی 20 ساعت در هفته بخواد کار بکنه، 12 یورو هم بگیره میشه 240 درسته؟ و در هفته اگه دقیقاً 4 هفته هم کار بکنه یه رقم حدود مثلا 800 خورده‌ای در میاد، 800 خورده یا 900 اینا. و این من میتونم بگم تا حد خیلی خوبی، شاید بتونم بگم نصف هزینه‌های اون شخص رو کاور میکنه و این باعث میشه اون پول تمکن تو که برای 1 سال آوردی در واقع خیلی دیرتر از اون 1 سال تموم بشه و تو دیرتر نیاز باشه به فکر این تمدید به قولی پول و اینا بیفتی. چون یه موردی که هستش اینه که اینجا بر اساس اون پولی که شما توی حساب بانکیت داری وقتی میخوای بری کارت اقامت بگیری، چون اینجا ویزا بعد از 6 ماه معمولا ویزا دانشجو اکسپایر میشه و شما باید کارت اقامت بگیری که تا مدت تحصیل شما رو اینجا از نظر قانونی مشکلی پیش نیاد. تا جایی که من میدونم این اقامت رو بر اساس پولی که شما تو حسابت داری تمدید میکنن. حالا یه سری ایالت‌ها آسونگیرتر هم میگن اوکی مثلا
اگه قرار باشه توی یک سال شما 10,332 یورو خرج کنی، من طبق پولی که خودم آوردم مثال میزنم چون الان نمیدونم چجوریه، ولی اگه یه سال این رقم باشه شما الان مثلا 9,000 تا داری. پس به جای اینکه اقامت مثلا یک ساله بهت بدیم، اقامت مثلا 9 ماه بهت. یعنی مدت اقامت کم میشه. ولی اگه پولت کامل درست باشه، اون اقامته میتونه حالا یک سال یا 2 سال بسته به اینکه اون کسی که پرونده شما داره بررسی میکنه چقدر حالا بخواد به قولی تخفیف بده بهتون، ممکنه یه ساله یا حتی 2 ساله بهتون بده. و خب اگه این اقامت یک ساله باشه، شما بعد از یک سال باید بریم برای تمدید اقامت و اون موقع دوباره یا باید از نو این پولو بگین آقا من ببین دوباره 10,332 یورو دارم و این پولو نشون بدی، این تو حساب داشته باشی، یا اینکه کاری پیدا کرده باشی که اون متوسط ماهانه که در واقع اون خرجی هستش که باید شما بکنی، یعنی اون 10,332 رو تقسیم بر 12 بکن، ببین ماهانه فقط 861 یورو اگه اشتباه نکنم، یه همچین چیزی تو ذهنمه. اگه شما یه کاری داشته باشی که حقوقت از این مقدار بالاتر باشه، میگن خب که شما داری کار میکنی، هزینه زندگی تو در میاری، پس اقامت تو با فیش حقوقی تمدید میکنه. اگه نداشته باشی باید دوباره این پولو حالا به یه شکلی یا از خانواده بخوای یا آره دیگه قرارداد از خانواده باید دوباره این پولو گرفت و این پولو بشه دوباره تو حساب گذاشت و اقامت رو تمدیدش کرد. ولی به طور کلی این در واقع با این حداقل حقوق 12 یورو شخص میتونه این هزینه‌هاش رو تا یه حد زیادی کاور بکنه، حتی نصف بیشترش رو شاید بشه گفت، و از این جهت نگرانی نیست. و معمولا اینجا خیلی آپشن‌های زیادی هست که بچه‌ها بتونن خودشون یه جوری مشغول بکنن برای کار و اینا. یعنی من واقعا کسی رو نمی‌بینم که تا حالا ندیدم از بچه‌ها که مجبور شده باشه اقامتش رو دوباره از مثلا خانواده پول بگیره، خودش هزینه‌ها رو هندل کرده و از پسش بر اومده. شاید یکی از دلایلش اینه که گفتم توی این به قولی منطقه جنوب آلمان فرصت‌های خیلی زیادی برای مهندسین، به خصوص مهندسین مکانیک هستش و شما یا میتونید بریم به عنوان کار دانشجویی توی یه شرکتی شروع به کار بکنید و یه حالت کارآموز داره ولی کارآموزی نیست، چون دقیقاً یه کلمه جدا برای کارآموزی هم دارن که شما میتونید برید توی شرکت کارآموزی بکنید. ولی وقتی مثلا به عنوان کار دانشجویی بری، شما میتونید هم در طول کلاس‌ها رو بری درس بخونی، هم یه تعداد ساعتی رو مثلا بری تو اون شرکت مثلا با فلان نرم افزار کار کنی، پروژه بهت بدن انجام بدی و بعداً حالا بسته به اینکه کارت چقدر خوب باشه اینا ممکنه قرارداد رو تمدید کنن، ممکنه اصلا. معمولا قرارداد 6 ماهه می‌بندن اینجا که اول ببینن طرف واقعا چقدر توانایی داره و اینا. یه آپشن دیگه که برای بچه‌ها هست خیلی این کارو میکنن اینه که شما میتونید یه کارآموزی پیدا کنید که اصطلاحاً بهش اینجا میگن پرکتیکوم، و شما کافی فقط برید سایت BMW یا آودی اینا رو نگاه بکنید. اصلا یه قسمت نوشته آقا ما دنبال کارآموز میگردیم بیاد مثلا توی بحث فاینت المنت توی این هیتش کار کنه، پروژه بگیره به مدت مثلا 6 ماه. و نکته‌ای که هستش اینه که اینجا شما چه کار دانشجویی کنید، چه کارآموزی انجام بدید و چه حتی پروژه در واقع پایان نامه کارشناسی ارشد تو توی این شرکت‌ها انجام بدی، بابتش پول میگیری، یعنی موظف هم به تو پول بدن و این یعنی میشه یه درآمدی که خب یکم خیالتو راحت میکنه. و پرکتیکوم ما معمولا اینجا اینطوری هم کارآموزی منظورم اینجوریه که فول تایمه و شخص میگه خب اوکی من یه فرصتی پیش اومده برم تو BMW مثلا یه کارآموزی 6 ماه، یعنی عملا یه ترم برم کارآموزی، اوکی کار میکنم. اون قراردادی که از BMW بهش حالا مثلا ارائه شده رو میتونه به دانشگاه بده و از دانشگاه یک ترم مرخصی تحصیلی بگیره که بره به صورت فول تایم توی اون شرکت کارآموزیش انجام بده، حقوقش هم خوب داره میگیره و بعد از یه ترم دوباره میتونه بیاد تحصیلش رو شروع بکنه و یه دید خیلی بهتری حتی نسبت به درس‌ها، نسبت به صنعت و همه چی داشته باشه. یعنی میخوام بگم که اینجا این فرصت‌ها هست که طرف بتونه یه جوری خودش رو مشغول بکنه و بیکار نمونه. توی دانشگاه پوزیشن هستش، بیرون پوزیشن هستش، فقط کافیه طرف دنبال پوزیشن بگرده، مدام براش اپلای بکنه، رزومه بفرسته. راجع به سوالی که از خودم پرسی راجع به کار، آره من الان توی دانشگاه یه تعداد ساعتی و قراره توی این ترمی که میاد به عنوان دستیار آموزشی برای یکی از درس‌ها باشم، من بحث حل تمرین و اینجور چیزا، و تقریبا از 3 هفته پیشم به عنوان کار دانشجویی
توی یه شرکتی مشغول به کار شدم که هم مربوط به کارهای فاینت المنت و موتور خودرو و اینجور چیزا هستش و از این جهت آره خودم الان تقریبا میشه بعد از 1 سالی که اومدم مشغول به کار شدم. خیلی هم عالی. بعد حالی جان این وضعیت کلاس‌های دانشگاه، فشردگی درس‌ها، این اجازه رو میده که شخص کار بکنه یا نه چجوریه؟ ببین آره اجازه رو، یعنی میشه این کارو کرد. خیلی حد باز بستگی به آدمش داره که چقدر بتونه اینو درست برنامه‌ریزی و هندل بکنه، ولی این امکانش هست یه مقداری کارو سخت ممکنه بکنه، چون که اینجا یه مقدار سیستمش با سیستم آمریکا و اروپا متفاوت از نظر درس و اینجوریه که کلا توی دوران ارشد شما ریسرچی انجام نمیدید و صرفا باید درس‌ها رو بخونی، اون چیزی که لازم هست برای ریسرچ یاد بگیری و بعدا توی پوزیشن دکترا فقط و فقط داری ریسرچ انجام میدی، فقط روی اون موضوعی که حالا روش فوکس هستی داری کار می‌کنی. که خب تا جایی که من برعکس آمریکا کانادا و حتی ایرانه، اینجا دانشجوی ارشدم توی ایران حتی برای سری درس بگذرونن و یه سری واحدهای پاس بکنن، اینجا اونجوری نیست. یعنی شما هر چی که قرار باشه یاد بگیری و بای دیفالت باید توی لیسانس و فوق لیسانس یاد گرفته باشی. مثلا یه مقدار درس حجم درس‌ها زیاده و واقعا اگه همراهش پیش نری یه دفعه می‌بینی اوه خیلی عقب موندم ازش و یه حجم خیلی زیادی از درس‌ها هستش. بخوام مثلا یه مثال برات بزنم، یه درسی که ما اینجا پاس کردیم یک درس کانتینیوم بود که خب فکر کنم گرایش‌های جامدات و سیالات اینا حتما پاس میکنن توی ایران و خب کانتینیوم 1 و کانتینیوم 2 ده که یکش معمولا توی ارشد، دوشو معمولا توی دکترا، تا جایی که من در جریانم، امیدوارم اطلاعاتم اشتباه نباشه، ولی دوشو توی دکترا بچه‌ها میگذرونن. کانتینیومی که ما اینجا گذروندیم صرفا یه درس بود به اسم کانتینیوم، دیگه 1 و 2 نداشت و من این به قول سرفصلاش رو از یکی از دانشجوهای دکترای همین صنعتی اصفهانی دادم سوال پرسیده بودم، گفت این چیزی که من میبینم کانتینیوم 1، کانتینیوم 2 و حتی یه بخشای کوچیکی از پلاستیسیته محاسباتی که ما مثلا توی ایران می‌خونیم. یعنی میخوام بگم از این جهت خیلی چیز جامع و زیادی بود. ولی اینطوری نیستش که از پسش برنیای، فقط کافیه که واقعا همراه کلاس‌ها پیش بری و تا جای ممکن کلاس‌ها رو شرکت کنی و حداقل در جریان باشی که چه اتفاقی داره میفته و در کنارش این کارم انجام بدی. منتها حالا لزوما این به این معنی نیست که بچه‌ها حتما 20 ساعت رو بتونن کار کنن یا همه بخوان حتما 20 ساعت رو کار کنن. هر کسی بسته به شرایط خودش انتخاب میکنه که من چقدر میتونم کار بکنم، ولی خب به هر حال یه پولی هم داره در میاره دیگه، کی که از پول درآوردن بعدش یه بخش از هزینه‌هاشو میتونه کاور بکنه. و یه چیزی که الان یادم اومد راجع به کار، این کار تنها محدودیتش اون بحث زمانشه، وگرنه مهم نیست شما چند تا کار داری. تو به عنوان دانشجو اصلا بگو آقا من 5 جا مختلف مشغول به کارم، ولی اون 120 روز کاملا تو ناحیه امن، یعنی به 120 روز تمام وقت نمیرسم. ساعتی من در کل هفته مثلا 15 ساعت دارم کار میکنم، ولی 5 جای مختلف من الان کار میکنم و دارم حقوق میگیرم. این هیچ مشکلی نداره و این میگم کاملا بسته به شرایط اون شخص داره، اون دانشجو داره که به قولی اون درسایی که داره میگذرونه چقدر روش مسلطه. آیا یه بخشایشو توی مثلا لیسانس ایرانش آیا گذرونده، چون یه سریاش یه جاهایش خیلی تکرار میشه. یعنی به شخصه برای من یه تیکه از خیلی از درس‌ها تکرار مکررات بود، ولی به این معنی نیست که همش اینجوری بود، طبیعتاً چیزای جدید هم بود. ولی خب بسته به اون شرایط هر کسی میتونه بسنجه که من چند ساعت میتونم کار کنم و اصلا چند تا کار میخوام داشته باشم. درست. خب هادی جان بریم سراغ سیستم درمان آلمان، چیزی که خیلی قبل مهاجرت به یک کشور خارجی در موردش نگرانن، چون که خب ما تو ایران تا یه سرماخوردگی کوچیکی هم که داریم پا میشیم میریم یه مطب و کلی قرص و دارو میگیریم و استفاده میکنیم. اما خب طبق شنیدهایی که از دوستان داشتیم اینه که حالا الان خصوص تو آلمان به این صورت نیستش. میگن که وقتی که سهم میخوری میری دکتر یکی لیوان آب بخور خوب میشی و خیلی ساده میگیرن. حالا میخواستم ببینم به طور کلی وضعیت، یکی اینکه بیمه به چه صورته، اینکه خب خود فرمودی که بیمه اجباریه،
اینکه هزینه بیمه چقدره و اینکه این سیستم درمان اذیت کننده نیستش، سیستم لختی نیستش یا نه، وقتی که مشکل جدی باشه سریعا رسیدگی میشه و اینکه هزینه مرتبطش چجوریه. ببین آره، بیمه سه اجباری کاملا برای دانشجو. برای اینکه اصلا ثبت نام شما تو دانشگاه کامل بشه، بیمه دانشجویی باید داشته باشی. و خب معمولا برای ماهایی که زیر 30 سال هستیم، بیمه های دولتی چیز میشه، میگن باید بگیریم، که این هزینه حدود 125 یورو در ماهه. خب یه سری چیزای خیلی جامعی رو هم واقعا پوشش میده. یعنی به عنوان دانشجو شما اگر توی اشاره کمی مشکل جدی پیش بیاد، که اتفاقا تجربه همین رو من دارم، نه برای خودم ولی یکی از بچه‌هایی که اینجا بود، واقعا هزینه به اون شکل براش نیافتاد. این حتی موقعی که شما بری سر کارم صرف می‌کنی، یعنی شما اون پولی که به اون حق بیمه داری میدی شاید خیلی زیاد باشه و بگی ای بابا من اینقدر از حقوقم یا اینقدر از حسابم داره کسر میشه به خاطر بیمه. ولی این واقعا یه چیزیه که شما اگر اتفاق خدای نکرده برات افتاد، خیالت راحت باشه من از اونور قرار نیست ورشکست بشم. یعنی مثلا یه سرما خوردم، یه قبض مثلا 7000 یورویی نیاد بگم خب اینم رسیده دوا و درمون و به قولی حسابی کار پیچیده بشه. از این جهت اینجوری نیستش و خیلی سیستم کارآمدی داره. راجع به دکتر چیزی که گفتی، آره اینجا واقعا یکی از مزخرفات بزرگی بخت گرفتن از دکتره، به خصوص دکتر متخصص. و یکی دیگه‌ش هم همین بحث دوا و اینا هستش که مثلا سرما می‌خوری میری پیش طرف مثلا میگه آپورتال بخور خوب میشی، مثلا سوپ بخور. یعنی واقعا تا جایی که بتونن تو رو به دارو و اینا نمیرسونن. تو میخوان تا جای ممکن اینجوری نباشه که تو این دارو بخوری بعد بدنت به اون دارو مقاوم بشه و در سالهای بعدش مثلا این مشکل ساز بشه. بعد سعی میکنن قضیه رو همینجوری با قولی روش‌های سنتی آب پرتقال و نمیدونم سوپ مرغ و اینجور چیزا حل کنن بره. ولی مثلا یه چیزی که هستش و اینو من از خیلی بچه‌ها شنیده بودم، بچه‌ای که اینجا می‌خواستن مثلا پیش دکتر متخصص برن به خاطر مثلا بحث پوست و اینجور چیزا، چون اینجا تو تابستون یه حشره سالش خاطرم درست نیستش، توی چمن و اینا هستش و خب اگه اونجا به رو چمن و اینا بشینی، این اگه نیش بزنه خیلی چیز عجیب غریبی، حساسیت بدی میدن بعضی. یه سری می‌خواستن برن این واکسنشو بزنن که از قبل آمادگی رو داشته باشن این وقت مشکلی پیش نیاد. بعد رفتم پیش دکتر عمومی، بهش گفتم من می‌خوام یه همچین واکسنی بزنم و فلان و اینا. بعد مثلا پرسید خب برای چی می‌خوای اینو بزنی اینا؟ بعد توضیح کرده که مثلا حشره فلان اینا. گفته که من باید ارجاع بدم به دکتر متخصص پوست، اون بررسی بکنه و مثلا تصمیم بگیره که آیا اصلا تو نیاز اینو بزنی یا نه. یعنی میخوام بگم به این راحتی هم چیزی رو نسخه نمی‌نویسن یا تجویز بکنن. خیلی روی این زمینه من بگم مقرراتی ان یا ترسو ان یا هر چی نمیدونم، ولی این چیزی که گفتی درسته. خیلی همین آبو بخور خوب میشه، این درسته. راجب اینکه اگه یه وقت اتفاقی بیفته چی میشه، من 2 تا تجربه اینجا دارم. ترم اول یکی از بچه‌های ایرانی اینجا بسکتبال بازی میکرد و کتفش آسیب دید به شکلی که نیاز به جراحی پیدا کرد اینجا. و خب من وقتی که فهمیدم گفتم اوه این کارش دیگه تمام جراحی بخواد بکنه، حالا تو آلمان معلومه چقدر پول پاش بیفته. بعد جراحیش رو انجام داد و هفته‌های بعدش که دانشگاه دیدمش پرسیدم چه جوری شد، اوکی بود، چرا هزینه کردی اینا؟ گفت من فقط 10 یورو یا 15 یورو هزینه این حالا چی ماسموسکی که هتل بهش میگن فکر کنم که بعد دستت باشه تا زمانی که کم بی حرکت باشه دست، من فقط 15 یورو پول اون رو دادم که بخرم، تمام هزینه‌اش دیگه‌شو بیمه داد، بیمه دانشجویی داد. برای من خیلی عجیب بود. دوباره ترم قبل یکی دیگه از بچه‌ها یه مشکلش پیش اومد تو فوتبال، تاندونش آسیب دید و اونم یه مقدار نیاز به جلسات فیزیوتراپی و اینا پیدا کرد و اونم باز بیمه تمام هزینه‌اشو پوشش داد و خودش میگه من هزینه خاصی به اون شکل ندادم، شاید فقط مثلا یه 5 یورو یا 10 یورو پول مثلا اون چیز ویزیت و اینا میدادم، یه چیزی مال اون حالا اگه کلینیکی که میرفت، وگرنه اون هزینه‌ای که ما فکر کنیم او حالا فیزیوتراپی یا فلان اینا، نه چیزی به اون شکل نداد. من میخوام بگم که از این جهت بیمه کارآمدیه و واقعا پوشش خوبی داره.
شاید در اون نگاه اول آدم بگه خیلی هزینهش بالاست، این در ماه اینقدر یورو از حسابم داره میره برای بیمه‌ای که اصلا من تا حالا شاید توی این 5 سال یه بارم استفاده نکرده باشم. ولی بعد اگر یه جای خدای نکرده آدم گیر بیفته یا یه مشکل جدی براش پیش بیاد، اونجا به جای اینکه واقعا حسابش لخت بشه، خیلی خدمات خوبی رو دریافت میکنه. بعد یه سوالی، الان دانشجوهایی که کلا توی آلمان در حال تحصیل هستن مشکلی از بابت برگشت به ایران ندارن؟ به خاطر اینکه مثلا شما کشور آمریکا اگه ویزات سینگل باشه به محض اینکه برگردی دیگه باید دوباره اون مراحل گرفتن ویزا رو طی بکنی. آلمان به چه شکله که حالا ویزای دانشجویی که میگیرین؟ ببین ویزای آلمان مولتی هستش، یعنی اینو توی همون برگه اول ویزا که تمام اطلاعات هست می‌نویسه ویزا نوعش مولتیه. منتها یه محدودیتی هستش که این محدودیت از طرف ایران اعمال میشه و شما باید برای این یه اقدامی انجام بدین. مثلا موقعی که اداره امور دانشجویان کارم تموم شد و تونستم به قولی معافیت تحصیلی دانشجویان خارج کشور بگیرم و هم موقعی که رفتم اداره گذرنامه که کارهای به قول خروج از کشور و ثبت سیستمی پاسپورت انجام بشه، هر دو نفری که اونجا بودن، هم مسئول امور دانشجویان و هم اون افسری که توی اداره گذرنامه بود، به من تاکید کردن که رفتن شما یه طرف است. یعنی شما الان رفتی به کشور مقصد رسی نمیتونی برگردی ایران تا زمانی که بری کنسول یا سفارت کشور ایران توی اون کشور مقصد و اونجا یه مهری بگیری به اسم مهر سبز دانشجو یا مهر تردد که شما باید براش اقدام بکنی، یعنی از کنسول وقت بگیری، یه سری مدارکی باید ببری اونجا مثل اصل دانشنامه، اصل ریزنمره. حالا اینم بگم که بچه‌هایی که برنامه چیز دارن یه سری از این مدارک مهم حتما با خودشون بیارن، اینجا به کارشون میاد. و میری اونجا و یه وقت میگیری که بتونی در واقع این مهر رو بگیری. این مهر رو تو پاسپورت برای شما میزنن و طبق چیزی هم که نوشته اینه که دارنده این مهر مجاز از تاریخ فلان تا فلان به مدت 3 بار از مرزهای مجاز کشور خارج بشه، به طوری که مجموع اقامتش در ایران یا مجموع توقفش در ایران بیش از 4 ماه نباشه. یعنی شما میتونی بیای ایران توی 1 سال 3 بار میتونی بیای، حالا دیگه اون 4 ماه رو یه جور باید تقسیم کنی، میتونی 2 بار بیای کلا 2 ماه بمونی یا حتی کمترش، میتونی کلا 1 بار بیای 4 ماه کلا ایران باشی، ولی این اجازه رو داری. ولی خب نه اینجوری که هر موقع خاصی بخوای بیای، هر موقع که منظورم تعدادش، یعنی شما هر تاریخی بخوای میتونی بیای. ولی اون 3 بار رو باید حواستون باشه و اینکه مجموع اقامت تو ایران بیش از 4 ماه نشه. یعنی اگه برگ سبز رو داشته باشیم نیازی نیست که مثلا ما بریم نظام وظیفه نمره‌هامون رو نشون بدیم یا مثلا توضیح بدیم بعد از اینکه برگشتیم به ایران که داریم اونجا چیکار میکنیم و یه سری هیچ گزارش رد کنیم. نه هیچ نیاز نیست، چون اون مهری که میخوره در کنارش مهر خود اون کنسول هم میخوره. مثلا میخوره کنسولگری ایران در مونیخ، بعد کنارش امضا و در واقع مهر و اینای اون به قول کنسولیا رو اینا رو داره و این مهر رو که ببینن کاملا مشخصه که شما از اونجا اینو گرفتین و این کاملا تایید شده است. دیگه نیازی نیست که شما بخواید برین اقدامی انجام بدین، دوباره برین نظام وظیفه کاری بکنین. منتها این قضیه برای کسایی صرف میکنه که مشمول هستن، یعنی کسایی مثل من که با گذاشتن وثیقه از کشور خارج شدن صرف میکنه. اگر دوستانی باشن که به هر دلیل معافیت دارن یا حالا برای خانوما که خب بحث سربازی مطرح نیست، این محتاجه که من میدونم نیاز نیست، ولی بازم میتونن سوال کنن که مطمئن بشن. درست. خیلی هم عالی. کم کم به سوالای آخرم در نزدیک میشیم. هادی جان، میخوام ببینم که الان از مهاجرتت راضی هستی و اگر که به گذشته برگردی بازم این انتخابو میکنی و اینکه بازم انتخابات آلمان هستش یا نه؟ ببین من اگه برگردم عقب، آره بازم این تصمیم رو میگیرم و حتی اگر فرصتش باشه این کار رو زودتر هم انجام میدم، یعنی توی لیسانس. و راجع به کشورم به نظرم آره بازم آلمان انتخاب میکنم، چون با توجه به چیزایی که توی این 1 سال اینجا دیدم و تجربه کردم، فارغ از بحث زبانش که واقعا زبان راحتی نیست برای یاد گرفتن،
ولی بقیه چیزا اوکی بوده و من از تصمیمی که برای ادامه تحصیل گرفتم راضیم و اگه بازم برگردم عقب این انتخابو میکنم، چون این انتخابی بود که باعث شد من تجربه کسب کنم توی این مسیر. یعنی توی 1 سالی که بودم واقعا من خیلی چیزا یاد گرفتم و این بحث کسب تجربه و اینکه تو دیدت باز بشه نسبت به سیستم‌های آموزشی، نسبت به اون حالا متدایی که تو دنیا برای آموزشه و حتی توی صنعت داره استفاده میشه، این خیلی چیز با ارزشیه و آره من اگر که بازم برگردم عقب این فرصت رو از خودم نمیگیرم که بتونم بیام چیز جدید تجربه بکنم و بتونم خودم رو بهتر و بهتر بکنم، هر روز یه ورژن بهتری از خودم رو توسعه بدم و آره این فرصت رو از خودم نمیگرفتم، بازم این کار میکردم. یا مالی بعد غربتش سخت بود اوایلش، نه؟ یه سوال خیلی کلی بپرسم که اصلا چطوری کنار اومدی با این غربت؟ آره حسش حس واقعا خیلی عجیبیه، یعنی خیلی عجیبه، نمیتونی بگی من الان خوشحالم یا ناراحتم و به خصوص برای من این خیلی تجربه جدیدی بود، چون من تجربه زندگی خوابگاه نداشتم و خب از این جهت الان شماهایی که این تجربه رو داشتیم به نظرم هیچ جلوی این از کسایی که این تجربه رو نداشتن، چون میدونین آقا این داستان دور بودن از خانواده، این که برین توی شهر دیگه درس بخونین، از محیط از خانواده دور باشین، از نامتون رو یه مدت نبینین، این چه حسی داره؟ این برای من یه چیز کاملا نو بود و میگم حسش خیلی عجیب بود، یعنی همین حس خیلی هیجان زده‌ای داشت که واو الان یه مسیر جدیدی جلوی من داره باز میشه، یک چیزای جدیدی باید میتونی تجربه کنی، قرار کلی چیز یاد بگیری، قرار مثلا یه زبان جدید یاد بگیری، توی دانشگاه دیگه تحصیل بکنی و اینا یک سری خیلی هیجان انگیزه برای شخص و برای من خیلی. ولی خب از طرفی هم این حس ناراحتی و این حسی هستش که آیا من تصمیم درستی گرفتم؟ آیا من واقعا کار درستی کردم که مثلا این تصمیم رو گرفتم که به مدت حداقل 2 سال پیش خانواده‌ام نباشم؟ به هر حال خب همونطور که ما وابستگی‌هایی به خانواده‌مون داریم، طبیعتا خانواده هم دارن و خب طبیعتا هرچی سن بالاتر بره این وابستگی به اشخاص بیشتر میشه، به خصوص برای پدر مادر به فرزندانشون یا حتی خواهر برادران نسبت به خواهر برادرشون. و این آدم این سوال همیشه از خودش داره که آیا من تصمیم درستی گرفتم؟ آیا من توی این مسیر فقط خودم رو دیدم، یعنی فقط به فکر پیشرفت خودم بودم و حالا به تعبیر بتونم میگم خودخواهی کردم، یا نه من تصمیم درستی گرفتم و چیزایی که در آینده قراره به دست بیارم چیزایی هستش که باعث میشه وقتی برمیگردم به گذشته و نگاه میکنم بگم ارزش رو داشت. من خیلی آدم پخته تری شدم، من خیلی چیزا یاد گرفتم، تونستم توی مثلا یه دانشگاه خوب با روش‌های مثلا روز آشنا بشم، امکانات خیلی خوب در اختیارمون بود، تونستیم مثلا آزمایش‌های خیلی خوبی انجام بدیم توی شرکت‌هایی که میگم غول‌های مهندسی هستن و به معنی واقعی کلمه مهندسی رو معنی میکنن، بتونم برم اینجا فرصت کار یا کارآموزی حتی داشته باشم، هرچند کوچیک 3 ماه 6 ماه و دیدم خیلی باز بشه نسبت به قضیه. و این به نظرم یه چیزیه که واقعا خیلی سخته آدم بگه، به خصوص اولش آدم خیلی این حس غربت رو خیلی داره که یه دفعه بیای و دور و برت نگاه کنی ببینی هیچکی نیست، دوستام نیستن، خانواده‌ام نیستن و من قراره اینجا توی 2 سال یه زندگی رو از صفر، واقعا از صفر بسازم و بیام بالا، دوباره دوستای جدید پیدا کنم، دوباره توی یک فرهنگ دیگه بتونم به قولی حل بشم، بر بخورم و رفتارم جوری باشه که متناسب با چیزی باشه که اینا دارن. ممکنه یه مثلا رفتاری برای ما ایرانی‌ها خیلی عادی باشه ولی مثلا برای اینا یه جور توهین حساب بشه. مثلا میگم حالا برعکسش همین رک بودن اینا، خب ما خیلی فرنگم نیست خیلی رک به یه نفر بگیم داری اشتباه حرف میزنی، اینجا اینو اشتباه صرف کرد. نمیخوام تو ذوق طرف بزنم، نمیخوام چیز کنم، ولی این ممکنه برای کسی که ندونه آلمانی‌ها رو نشناسن بگن که
چقدر یارو گستاخه، مثلا من دارم حرف میزنم یهو میپره وسط حرفم میگه این فعل اشتباه صرف کرد، سعی کن درستش کن. این واقعا یه حس خیلی عجیبیه و جزء چیزایی که آدم باید اینو با خودش حل کنه. باید واقعا با خودش به این نتیجه برسه که آیا میخواد این کار رو انجام بده، آیا آدم این کار هست یا نه. که این حالا چیزی که در ادامه من راجبش حتما صحبت میکنم آخر ویدیو اگه فرصت باشه. ولی آره کلا این غربت اولش خیلی اذیت کرد، ولی از طرفی هم اینقدری که شخص درگیر اون کارهای اول هستش که برم آدرس خونه رو اوکی کنم، بعد برم حساب بانکی باز کنم، بعد برم کار بیمه رو اوکی کنم، اینقدر درگیر میشی و اینا و تا به خودت میای ترم دانشگاه شروع میشه اینا که الان خیلی فرصت نمیکنی که بخوای به این چیزا فکر بکنی و اینا و یه جوری میشه که خیلی درگیر میشی. بعد میری دانشگاه میبینی بچه‌ها همه اینترنشنال هم خیلی جو خودمونیه و خیلی سریع مثلا تو این کامیونیتی هاشون حل میشی. ولی اون اولش آره واقعا میتونه خیلی سخت و اذیت کننده باشه. چون بحثی که هست اینه که حالا ما با چند نفر دیگه هم صحبت میکردیم، وقتی میرسم اونجا و تجربه زندگی اونجا رو دارن، یه حسرتی که همیشه باهاشونه این که آقا کاش ایران هم جایی بود که واقعا میشد بمونیم و ادامه بدیم، حتی ادامه تحصیل بدیم، آیندهمون رو بسازیم. دوستان حتی راجع به اینم صحبت کنی که اصلا چی شد که تو تصمیم گرفتی که از ایران بری برای ادامه تحصیل. یه مقدار راجع به این صحبت میکنی و اینکه آیا تو هم این حس رو داری که آقا کاش واقعا جایی بود که میشد بمونی کنار خانواده و یه زندگی شاید آرومتری رو علاوه عاطفی تجربه کنه آدم. آره طبیعتا این چیزایی که میگی هستش، کاملا من با حرفت موافقم و واقعا کاش که شرایط جوری بودش که برای همه خیلی راحت‌تر میگذشت. ولی حالا راجع به که گفتی چرا خودت این کار انجام دادی، من جدا از حالا چیزایی که گفتی و مواردی که اشاره کردی، یه دلیل دیگه که داشتم و برای خودم به شخص خیلی مهم بود این بودش که من آدمیم که دنبال چالش جدیدم، همیشه همینطورم، دنبال یه چیز نوام، دنبال اینم که ببینم اوکی مثلا تو الان تو سیستم ایران درس خوندی، چیزی یاد گرفتی، اوکی، ولی حالا یه زمان مسئله قدیمی دارم میگن آسمون خدا همه جا یه. ولی وقتی که دیگه الان تو این دور زمانه واقعا این ست نمی‌کنه، وقتی میای چیزای دیگه می‌بینی، نه تنها توی بحث دانشگاه و آموزش می‌بینی که آقا اصلا توی بحث‌های فرهنگی توی خیلی چیزا کلی چیز هستش که تو نمی‌دونی و این فرصت رو داری که یاد بگیری. و من دنبال این بودم که از نظر حالا میگم ادامه تحصیل و اینا توی یه سیستم دیگه هم درس بخونم و ببینم اونجا چجوریه و یه جورایی خودم رو محک بزنم، ببینم من توی سیستم دیگه چه عملکردی میتونم از خودم داشته باشم و آیا چقدر خوب میتونم باشم. چون ببین یه بحثی که هستش اینه که تو تا زمانی که توی یه نقطه وایسادی و داری به قضایا نگاه می‌کنی دیدت کاملا اینطوریه، ولی وقتی یه ذره جابجا بشی بیای توی پوزیشن دیگه وایسی، این قضیه رو از یه دیدگاه دیگه، از یه جنبه نو داریم. مثلا مثال مهندسی بزنم، به ما همه درس نقشه یک پاس کرد. برای اینکه تو بتونی یه جسمو در واقع مدلش بکنی و دید خوبی ازش داشته باشی، حداقل 3 تا نما نیاز داری. تو نمیتونی بگی من نمای جلو رو نگاه میکنم کاری به چپ و راست و بالاش ندارم. خب تو نمیتونی ارزیابی درست داشته باشی تا این قطعه این ورش سوراخ داره، اگه داره این قطرش چقدر. و این باعث میشه که نگاهت خیلی مثلا بگیم جانبدارانه باشه و مثلا بگی اوکی من تو سیستم ایران درس خوندم خیلی خوبه، بهترین سیستم و اینا، ولی تا زمانی میتونی اینو بگی که توی سیستم دیگه درس خونده باشی، توی یه سیستم دیگه تحصیل کرده باشی و اونجا تجربه کسب کرده باشی و اون موقع میتونی بگی که آیا واقعا مثلا کدوم سیستم کارآمدتره، کدوم سیستم واقعا مفیدتره. و من دنبال این قضیه بودم و این چیزی که واقعا خیلی مهمه، یعنی حالا فارغ از اینکه حالا من چون از ایران بودم اقدام کردم که بیام خارج درس بخونم، اصلا این بحث نیست. حتی اینجا توی اروپا یه پروگرامی دارن به اسم اراسموس، به این شکله که یه سری دانشگاه‌های اروپا، کل اروپا اتحادیه، با هم دیگه یه طرح اکسچنج دارن، به قولی بده بستون دارن. میگن آقا برای این ترمی که میاد 20 تا دانشجو مثلا از دانشگاه مونیخ قراره بره پلی‌تکنیک میلان
30 تا دانشجو قراره بره دانشگاه کوپنهاگ، 30 تا دانشجو هم مثلا 40 تا دانشجو قراره بیاد مونیخ، توی همون خورشت خودشون اینجا ولی درس بخونن، چیز پاس کنن یا حتی تز ارشدشون رو توی یه دانشگاه دیگه انجام بدن، نه لزوما تو اون دانشگاهی که پذیرش گرفتن. فکر می‌کنی این دلیلش چیه؟ برای اینکه آقا طرف بره چیزای دیگر هم ببینه، جاهای دیگر هم واقعا تجربه کسب کنه، ببینه آیا واقعا مثلا از نظر مثلا صنایع و تکنولوژی اینا آیا واقعا آلمان بهترین بوده براش، یا مثلا جای پیشرفتش توی مثلا دانمارک خیلی بهتره یا توی ایتالیا خیلی خوبه. و وقتی آدم میره این کارو میکنه با آدمای دیگه به قولی رفت و آمد میکنه، نشست و برخاست میکنه، گفتگو میکنه و این خیلی باعث میشه که یه سری از اون تعصباتی که ممکنه تو ذهن افراد به وجود بیاد، همون چیزایی که توی تاریخ اروپا این جنگ‌های خونین رو واقعا راه انداخت که آقا ما نژاد برتری ما اینا از بین میره. تو میری میبینی آقا اونی که تو هلندم مثل منه دقیقاً آدمه، حتی ممکنه به زبون کشور من صحبت بکنه، یعنی اینقدر مثلا برای اون جالب بوده که فرض کن بره فارسی یاد بگیره، بره مثلا آلمانی یاد بگیره، بره زبون کشور منو یاد بگیره، یا مثلا طرف میره فرض کن ایتالیا، یا مثلا فرض کن یه ایتالیایی میاد آلمان، بعد میبینه غذای محبوب همه آلمانی‌ها غذاهای ایتالیاییه، فرهنگ غذای ایتالیایی، آقا پاستا، نمیدونم لازانیا، پیتزا. این باعث میشه که آقا این بحث ایزوله بودن، این که آقا این کشور ماست، این هم مرزاش همین، این از بین بره و اینکه این افراد با هم دیگه در ارتباط باشن، گفتگو بکنن، فرصت بحث و تبادل نظر داشته باشن، این خیلی با ارزشیه به نظر من. و این یکی از فرصتایی که من نمیخواستم از خودم بگیرم، به خصوص تو سنی که من بودم. و خب تو هر سنت بالاتر بره شاید انعطاف پذیریت راجع به سری مسائل بیاد پایین‌تر، ولی تو سنی که الان هستی هر چی ببینی بود خیلی بیشتر اثر میذاره. و به همین خاطر که گفتم اگه من به عقب برگردم شاید زودتر این کارو بکنم، چون اون موقع من بیشتر پذیرای یه سری تغییرات میتونستم باشم، خیلی بازتر بودم نسبت به قضیه. و حتی مثالی بخوام بزنم، ما الان تو پروگرام خودمون یه دختری داریم از کانادا اومده و طرف حالا تو پیش خودت فکر کنید کانادا خودش این همه دانشگاه خوب داره، من بریتیش کلمبیا، کنکوردیا، دانشگاه ونکوور، پاش اومدی اینجا. شاید این اصلا دلیل اصلیش برای اومدن اینجا درس خوندن نباشه، اومده دنیا ببینه، دنیا دیده بشه، اومده تجربه کسب کنه، با مثلا 4 تا دوست آلمانی پیدا بکنه. یعنی اون دایره دوستاش محدود به افراد کانادایی و هم کشور خودش نباشه، این دایره گسترتر بشه و واقعا اینترنشنال بشه و این خیلی هیجان انگیزه حقیقتا به نظر من. و حتی توی پروگرام دیگه که میگم هم دپارتمان سیویل هستش، انوایرمنتال انجینیرینگ، یه پسری هست که از میشیگان آمریکا اومده، خیلی جالبه اصلا. من واقعا نمی‌دونم بود مرد استادی همه میان این طرفو، ولی وقتی بهش فکر کنی می‌بینی که یه داستان دیگه پشت، یه تفکر خیلی محکم‌تر و قوی‌تری پشتشه. این که صرفا بری اونجا حالا درس بخونی، قطعا درس جزء، ولی یه بخش دیگه‌ش اینه که آقا من فقط نشینم اینجا چهار دیواری خودم و به این محدود باشم، من می‌خوام بدونم آقا اصلا تو بقیه دنیا چی می‌گذره، چه مدل غذاهایی توی ژاپن، توی چین می‌خورن، اصلا چه فرهنگی دارن، چه باورهایی دارن، الگوهاشون چیه. این چیزی که باعث میشه آدم واقعا پخته تر بشه و هر روز یه نسخه بهتری از خودش رو بتونه توسعه بده. و به شخصه به نظرم این خیلی با ارزشیه، این تجربه واقعا قابل قیمت داری نیست. درسته، خیلی هم عالی. هادی جان اگه بخوای یه مقایسه بکنی تصوری که قبل اینکه بری آلمان داشتی و چیزی که تو این یه ساله از آلمان دیدی رو با هم مقایسه بکنی، چطور میتونی اینا رو بگی؟ ببین علی جان، احساس میکنم برای من زود باشه اینو بخوام بگم، چون من صرفا 1 سال اینجا بودم و من دانشجو هم اینجا، یعنی دنیای من خیلی محدود به اون دانشگاه بیام خونه کارم انجام دادم، دوباره دانشگاه و این کامیونیتی دانشگاه و اینترنشنال. و اینجوری نیستش که بگم من در جریان مثلا جامعه آلمان بودم، دقیقاً توی خود جامعهشون اونجوری هنوز حل شدم، طبیعتاً من هنوزم زبانم کار میکنم، همین اخیراً وارد یه محیط کار آلمانی شدم، پس طبیعتاً حتی راجع به محیط کارشون هم نمیتونم به اون شکل نظر بدم که دقیقاً چه جور آدمایی هستن اینا. و این به نظرم چیزیه که طول میکشه من بتونم یه جواب خیلی درست بدم و اگه من چیزی بگم شاید خیلی نگاه سطحی باشه.
و خیلی نظرات من توش باشه که آقا من چه سختیایی تو این یه سال اینجا کشیدم برای باز کردن من حساب و بعد اقامت و اینا، و این بیشتر یه جوری شاید قور بشه تا اینکه مثلا واقعا چه مقایسه‌ای بتونم داشته باشم. ولی یه چیزی که به صراحت میتونم بگم اینجا بسیار بسیار اذیت‌کنه بحث سیستم کاغذبازیش. ببین آلمان رو همه میگن آقا کشور پیشرفته فلان، ولی توی یه سری مسائل واقعا می‌بینی هنوز متدها و الگوهای به قول سنتی دارن. یکیش مثلا اینه که تو یه سری جاها بخوای بری رستوران یا کافی شاپ حتما باید نقد حساب کنی، اصلا کارت ما کارت قبول نمی‌کنیم و این خیلی عجیبه که آقا تو ایران هم دیگه همه جا کارت فان هست، شما چرا حتما پول نقد می‌خواین؟ الان دیگه برای خیلی از ماها شاید این پول نقد خیلی رو مخ باشه که حالا اسکناس بگیریم، یه کارت داری باش همه کار می‌کنی. یکی اینه، یکی هم سیستم نامه‌بازی و پست و اینا شده. خب برای من هنوز خیلی جای سواله اینا، با اینکه خیلی 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 روی مسائل محیط زیست و کاغذ و بازیات حساسن، ولی برای کوچکترین چیزی نامه میدن نمیخونه. خب همینو ایمیل بده، خیلی راحت تره، چون کاغذ ممکن پاره بشه. اومدی مثلا من این کاغذ رو گم کردم، بعد اومدی توش مثلا یه اطلاعات مهمی بود، یه کد پیگیری، یه ارجاعی به یه چیزی بود، ولی وقتی ایمیل باشه آدم همیشه داره، میتونه یه بکاپی جایی داشته باشه اینا. یعنی مثلا من کمدم یه کپر کاغذ اینقدی دارم، تو یه سالی که اومدم از بانک، از بیمه، از دانشگاه، از همین اداره مالیات و کار و ایناشون، همه رو باید نگه دارم که اگه یه روز مبادا نیاز شد بگم آقا مثلا شما فلان روز به من گفتید این کارو بکن، شما اینجوری چیز به من گفته بود. و این یه مقداری خیلی اذیت میکنه. حالا یه چیز جالب بگم، اینجا شما زمان حساب بانکی باز کنی اینجوری نیست همه موقع کارت بدن، یه هفته طول میکشه تا رمز کارت بیاد برات، هفته بعدش خود کارت میاد، یعنی 2 هفته طول میکشه تو بتونی پولی که تو حسابت گذاشتی استفاده کنی. و تو این مدت اگه یه بخشی پول نقد بر خود کنار نداشته باشی دچار مشکل میشی، چون چیزی نداری بتونی پول خرج کنی. و اینش مثلا مقایسه کنی با سیستم ایران، میرفتی همونجا کارتو میدادی، بعد این حساب باز میکرد کارتو میداد، رمزش هم میرفت همین قول آبر بانک کنار چیز عوض میکردی و تمام شد. اینجا این پروسه مدت بیشتر طول میکشه. که یکی از دلایلش اینه که نیروهایی که الان توی یه سری از پوزیشن ها دارن کار میکنن اینا هنوز نیروهای قدیمی و ببین حالا مسنشون هستن و این کار با تکنولوژی اینا هنوز اینو براشون سخته، به این خاطره که آلمان کشوری که نیروی متخصص، واقعا تشنه نیروی متخصصه. یعنی مثلا نگاه می‌کنیم یا به آیتی نیاز داریم، به فلان نیاز داریم، یه سری لیستی همیشه از مشاغل میده که اینا رو نیاز داره، به همین خاطر داره سعی می‌کنه این به قول ترانزیشنی که بین نسل قدیم و جدید هست رو انجام بده تا این کارا یه مقداری راحت‌تر بشه. درست. موضوع من قبلا هم شنیده بودم، میگفتن آلمان‌ها هنوز از زمان جنگ جهانی دوم اون سیستم مخوف جاسوسی آلمانی رو هنوز دارن با خودشون، به هیچ چیزی از تکنولوژی جدید اعتماد ندارن. آره خیلی واقعا، یعنی این گاردشون نسبت به این چیزا خیلی محکم تا بیان اینو عادت کنن، موقع مطمئن شن که این حریم خصوصی و حریم شخصیشون رو چیز نمی‌کنه، هنوز براشون خیلی درسته این حرف میزنن. آره. یه سوال تقریبا دیگه فکر کنم یکی 2 تا سوال دیگه ازت میپرسیم، بیشتر از این اذیتت نمی‌کنیم. این که حالا قبل از این که اصلا بپرسم هدفت از آینده چیه، سوالی که به نظر من توی این مرحله این که یکم راجع به این که تو وقتی اونجا اکسپت گرفتی قاعدتا دانشگاه لحاظ رنکی دانشگاه خیلی خوبیه، حتی توی دنیا ما میتونیم بگیم نه تنها توی آلمان. اینکه رنج معدل تو چه حدی بود و اینکه آیا مقالاتی داشتی یا نداشتی، اگرم دوست داری شخصی نیست که دقیقا مثلا بگی معدل چقدر بود که خیلی هم عالی میشه. ببین من مقاله و اینا نداشتم چون اینجا خیلی عرف نیست دانشجو لیسانس مقاله بده، هرچند داشته باشه خیلی خوبه، شانسش خیلی بالا میبره. ببین دانشگاه اروپا که تو همینجور بدون مقاله و اینا با رزومه‌های متوسط رو به بالا هم شانس پذیرش داری. ولی خب وقتی بخوای یه سری کار برای جاهای خاص‌تر اقدام بکنی مثل آمریکا، کانادا، جایی که رقابتش واقعا زیاده، چیزایی مثل مقاله داشتن، ثبت اختراع، اینا اصلا بمب رزومه است. یعنی پیشنهاد میشه که برو به سمت آمریکا، کانادا، چون خیلی شانس تو بالا میبره برای چیز.
من خودم نه، من مقاله نداشتم، یعنی خیلی اصلا تو این خط ریسرچ و این مدلی نبودم، بیشتر سعی می‌کردم دنبال اون کار کدی و عملی باشم. عرضم به حضورت معدل لیسانس من 17.49 بود و اینم باز یه چیزی هستش که باید توی وقتی شما داری اقدام میکنی، حالا بعضی دانشگاه اینو میخوان، دانشگاه مونیخ میخواست یه مدرکی به اسم VPD که شما باید این ریزنمرات تو برای نهاد آلمانی به اسم یونیاسیس بفرستی که اونا یه تحویل واحدی انجام بدن که مثلا شما اوکی 17.49 بودی توی سیستم خودتون، تو سیستم آلمان تو چه جور دانشجو حساب میشی، متوسطی رو به پایینی چی. و یه معیار، یه در واقع نمره‌ای بهت میدن که از اسکیل 1 تا 5 هستش. کلا اینجا 1 اینجوریه، 1 یعنی عالی، 5 یعنی مثلا خیلی خراب و این. یعنی برعکس اینجوری نیستش که هرچی بیشتر بشه بهتره. که مثلا باز یه بدشانسی که به قولی من آوردم و حالا بچه‌هایی که الان قرار اقدام بکنن، در همون سالی که من داشتم اقدام می‌کردم، این سازمان یونیاسیس گفت من موقعی که دارم این نمرات رو تبدیل می‌کنم، نمره افتادن رو برای ایرانی‌ها به جای اینکه 10 در نظر بگیرم 12 در نظر. و این باعث میشه که یه مقداری تو اون معدل خرابتر از اون چیزی که واقعا هست بشه، چون تو دوره لیسانس نمره افتادن 10 و تو الان فرمول وی پی دی رو میتونی حتی توی اینترنت هم سرچ بکنی، تبدیل معدل به آلمانی بزنی، در واقع فرمولی میاره که اونجا بعد بزنی نمره ماکسیمم نمره چنده که 20، نمره افتادن چنده 10 و طبق اون ببینی معدلت یا نمرت تو هر درسی تو سیستم آلمان چیه. و خب این 12 مقدار باعث شد که برای سری کار خراب بشه و یه قانون حالا نانوشته‌ای که هست منم شنیده بودم اینه که دانشگاه آلمان به طور کلی اگر این وی پی دیت بهتر از 2.5 باشه، یعنی زیر 2.5 باشه، خیلی شانست خوبه، ولی 2.5 باشه اصلا سری دانشگاه میگن ما اصلا بررسی نمی‌کنیم مدارک. خب این باعث شد برای یه سری بچه‌هایی که معدلشون یه مقدار لبه مرز بود، این تبدیل 10 به 12 باعث شد به اون 2.5 خیلی نزدیک بشن یا اصلا رد کنن و یه مقدار شرایط استرسی می‌کرد براشون. ولی این معدل و بحث مقاله و اینا بود که پرسید. بعد این معدل کله یا نه مثلا شما اون دروس تخصصی حساب میشه اونجا؟ معدل کله. یعنی کاری ندارن که چون مثلا ما یه سری درسایی مثل 25 واحد تقریبا معارف داریم، اینا هم جزو اونم حساب میشن. درست. بعد یه سوالی که حالا اگر دوست داشتی جوابش بدین که هدفت برای آینده چیه؟ الان دوست داری باز توی حوزه آکادمیک ادامه بدی یا نه وارد حوزه صنعت بشی؟ ببین سوالت خیلی سخته، چون من اتفاقاتی که تو این 1-2 سال افتاده، این روندی که طی کردم خیلی باعث شده که راجع به آینده خیلی محتاطانه صحبت کنم، چون واقعا غیر قابل پیش بینی. یعنی اصلا شرایط یه جوری مهیا میشه که اصلا آدم فکرشو نمیکنه اصلا اینجوری شد نشد، خیلی سخت راجعش صحبت کنم. ولی چیزی که من تو ذهنم دارم، این پلنی که من حداقل چیدم برای چند سال آینده، اینه که به قصد ادامه تحصیل فعلا ندارم تو بحث آکادمیک به خصوص. هدفم اینه که بعد از فارغ التحصیلی چند سالی کار کنم، چون یه بحثی هم که هستش معمولا بچهای ایران همشون توی بحث تئوری و اینا عالیه، یعنی واقعا اینجا یه موقعی توی بحث مثلا ریاضیات و اینجور چیزا چیز بشه، حتی اینا میان از مثلا بچهای ایرانی میپرسن که این مثلا این معادله دیفرانسیل مثلا چرا این مدلیه یا دقیقاً چیکار میکنه. یعنی میخوام بگم تو این بحث ریاضی و حالا بگیم فیزیک و این تئوری ما خیلی به قول کوله بارمون سنگینه، ولی از اون تو اون بحث تجربه و واقعا چیزی که ببین کف کارگاه بگیری یا واقعا به چشم ببینی به عمل انجام بدی، تو این یه مقدار ضعیف. حالا خودم بگم شاید سری بچه‌ها تو دوران لیسانس برن کار بکنن خیلی عالیه، اگه بتونن تو همون رشته خودشون تو مدرسه‌های مربوطه کار بکنن که خیلی عالی میشه. من احساس میکنم هنوز اون بخش از رزومه من خیلی جاش خالیه و میخوام این بخش رو سنگین‌تر بکنم، کار بکنم، دیدم باز بشه واقعا نسبت به مسائل مهندسی، فرقی که توی تئوری و عمل هستش و تا جای ممکن از این جایی که هستم و فرصتی که دارم بتونم توی این حالا شرکت‌ها و کمپانیایی که اسمشون آوردن بتونم درگیر بشم و اینجا تا جایی که میشه تجربه به دست بیارم. بعد از اون تجربه شرایط میسنجم ببینم که چیکار میخوام بکنم، چون اینجا یه چیزی هست شما میتونید دکتراتو
توی خود دانشگاه انجام بدی، این همون چیز عرفی که هممون میشناسیم. یه چیز دیگه که اصلا خیلی جذابه بهش میگن پی اچ دی در صنعت. اینه که شما میری یه جا شرکت داری کار میکنی، یه پروژه مثلا خیلی گنده میاد، فرض کن مثلا از بی ام یا هر چیز دیگه، در حدی که واقعا نیاز داره یه لول تو آپگرید بشی تا بتونی رو اون چیز کار بکنی. و اینجوری که از طرف شرکت به پیشنهاد میشه که برای پی اچ دی اقدام بکنی و عملا تزت رو داری توی اون شرکت مینویسی، توی صنعت داری کار میکنی، ولی خب همزمان باید یه استادی هم پیدا کنی از یه دانشگاهی که حاضر باشه این چیز شما رو برات سوپروایز بکنه، مشاورت باشه و جنبه یه مقدار آکادمیک هم پیدا بکنه. ولی این مورد برای من خیلی جذاب‌تره، یعنی واقعا موقعی به سمت پی اچ دی برم که احساس کنم نیازه، واقعا یه ارزش افزوده‌ای برای من داره. نه اینکه مثلا برم اوکی من پی اچ دی میخوام بخونم، بعدم حالا یه تزی انجام میدیم و نهایتاً 4 تا مقاله در میاد و یه اچ ایندکسی داریم و هم درد کاغذ و رو کاغذ و تئوری کار کردیم. من واقعا ترجیح میدم یه چیزی باشه که به عمل برسه، یعنی واقعا چیزی باشه که بشه یه محصولی ازش در آورد، بشه یه افزوده‌ای باشه ایجاد کردن، اینکه حالا صرفا یه فرمول جدید باشه یا یک روش جدید توی اینجور چیزا که تو مقالات می‌بینیم. یا هدفم این هستش یا اینکه بعد از اینکه یه مقداری حالا من تجربه کسب کردم برای بحث مثلا مدیریت پروژه و اینجور چیزا وارد شاخه‌های مدیریت و اینا بشم. ولی خب اینا فکری که در حال حاضر دارم، ممکنه در چند سال آینده کاملا این برنامه تغییر بکنه و با توجه به شرایط یه سری اهداف جدیدی برای خودم بذارم. ولی این برنامه که من فعلا برای خودم دارم، چیزی که به طور کلی میتونم بگم اینه که تصمیم دارم تا جای ممکن در حرکت و در جریان باشم، یعنی سعی نکنم توی یه نقطه وایسم و درجا بزنم. میخوام تا جایی که میشه سعی کنم روز به روز یه چیز جدید یاد بگیرم و فرصت رو به قولی از دستم. چون این سوالو به این جهت پرسیدم که کلا یه روتینی ما حالا الان نسل ما باز همچنان یه مقدار بهتر شده، و نسل گذشته مثلا کارشناسی ارشد دکترا پشت سر هم میرفتن، ولی چیزی که حالا ما قبلا صحبت کردیم با بچه‌هایی که اتفاقا شما مثلا توی سطح پی اچ دی شروع می‌کنی به تحصیل، آدم‌هایی رو می‌بینی که حداقل 10 سال تو حوزه صنعت کار کردن، با کوله باری از تجربه میان پی اچ دی میکنن. آره این واقعا است درسته، یعنی پی اچ دی توی حالا جامعه ما یه معنی دیگه داره و برای خیلی از پسرها شاید تا جای ممکن دیر به قولی به تعقیق انداختن سربازی باشه. یعنی میگن خب اوکی ارشد تموم شد بریم پی اچ دی، یه 5 سال هم اینجا درگیریم و واقعا خیلی بدون هدف. من احساس میکنم اینجوری ممکنه باشه و این واقعا خیلی بر من قابل درک نیست، چون به پی اچ دی یعنی تو 5 سال زندگیت رو باید بذاری روی یه ریسرچ، روی یه پروپوزالی که دادی و اونو به سرانجام برسونی. یعنی اگه نتونی خب طبیعتاً یا کیفیت کارت پایین میاد، از اون حالا پروگرام پی اچ دی کلا به قولی میندازنت بیرون و اصلا کار خراب میشه. و تو داری 5 سال زندگیت رو هزینه میکنی، هم از نظر وقت، هم از نظر انرژی، هم از نظر اعصاب، که یه کاری انجام بدی. و خب چه بهتر وقتی که این کار واقعا هدفمند باشه و برای یک چیزی باشه که واقعا تو رو به یه هدف بالاتر برسونه و یه میگم ارزش افزوده برات ایجاد کنه. وگرنه اگه همینجوری کورکورانه باشه، تو صرفا 5 سال زندگیت رو، بهترین سالهای عمرت، یعنی مثلا تو فرض کن تو 24 سالگی مثلا اگه ارشد تو بگیری و شروع بکنی، دقیقاً بهترین سالهای زندگیت رو خودت درگیر پی اچ دی کردی، شاید موضوعی که اصلا دوست نداری، چیزی که با علاقه نداری، صرفا به خاطر اینکه از یه چیز دیگه فرار بکنی خودت رو محدود به این و اینجوری واقعا داری عمرت رو هدر میدی. این نظر من، دیدگاه کاملا شخصی، ممکنه نفر موافق نباشه ولی این نظر منه و اینجا حرفت کاملا درسته. اینجا کسی میاد پی اچ دی که واقعا یک کاری داشته باشه که در حد پی اچ دی باشه. چون یه بحثی هم که هستش اینه که کلا شما وقتی پی اچ دی میگیری، حتما من تو آمریکا کانادا شنیده بودم، برای خیلی از پوزیشن‌ها شما دیگه اوور کوالیفای میشی. یعنی میگن آقا شما دکتری، آقای دکتری، خانم دکتری، این همه وقت گذاشتی که بری توی مؤسسه تحقیقاتی تو دانشگاه مثلا کار درست انجام بدی، الان مثلا اومدی پشت باجه مکدونالد وایسی کار کنی. این اصلا نمیخونه. یعنی هزینه‌ای که برای شما شده، اون سرمایه‌گذاری که شما شده، یه چیز دیگه. و واقعا باید این موقعی باشه که این پی اچ دی یه دلیل محکم داشته باشه. و حتی تو خود اینا هم، یعنی خود حالا آلمانیا و حتی تو آمریکا کانادا هم من شنیده بودم، از بین خودشون
خیلی کم می‌بینی افراد بومی همون کشور و همون منطقه باشن که اومدن پی اچ دی. خیلی هاشون بعد از لیسانس، حتی لیسانس، وارد بازار کار میشن و شروع به زندگی میکنن. یعنی دیگه واقعا اون درس و امتحان و اینا کنار، آقا بریم پول در بیاریم، رشد کنیم، زندگی کنیم. و بیشتر همین بچهای اینترنشنال ان که پوزیشن‌های دکترا و اینجا دارن اقدام میکنن که بتونن اونجا درس بخونن. و این حرفی که میزنی خیلی درسته. واقعا کسایی هم که میان پی اچ دی یک دید بسیار بسیار درستی به قضیه، مشکلات صنعت، مشکلات بیزینس و اینا دارن و اومدن اونو حل کنن که بیزینس خودشون یا صنعت خودشون رو یه پله به سمت جلو ببرن، نه اینکه همینجوری خب اوکی پروژه چی داریم چیکار کنیم همین خوبه بریم انجام بدیم. این حرف کاملا درسته. درست. خب هادی جان خیلی هم عالی، خیلی ازت ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی، وقت گذاشتی. مرسی از شما بابت دعوتتون، خیلی دوست کردیم. ممنون، سلامت باشی. به عنوان حسن ختام چیزی هست که ما نپرسیده باشیم و خودت دوست داشته باشی اضافه کنی؟ من 2 تا چیز می‌خواستم اضافه کنم. یکی بحث یوتیوبه. بچه‌هایی که دارین توی این مسیر هستین واقعا از یوتیوب غافل نشین. واقعا فقط کافیه یه سرچ ساده بکنین، رزومه، انگیزه نامه، حتی تجربه مصاحبه سفارت یا حتی نحوه اپلای برای دانشگاه، کلی چیز میاره. من واقعا میتونم بگم تو برهه‌ای که خودم پیگیر کارا بودم یوتیوبو شخم زده بودم. واقعا یه کسی نبود که از مثلا بچهای آلمان ویدیوهاشو ندیده باشن، به خصوص تو زمینه‌های تحصیلی یا حتی اونایی که کاری اومده بودن، که ببینم واقعا دیدشون چیه، حرفشون راجع به آلمان چیه. یوتیوب میتونه خیلی بهتون کمک بکنه، جواب خیلی از سوالاتون رو میتونه بده. مثلا نمونه رزومه میخواین، نمونه انگیزه نامه میخواین، چه نکاتی باید توش رعایت بشه، این اونجا هستش، خیلی هم زیاده، از این غافل نشین. و یه چیز دیگه که من میخوام بگم و خودم احساس میکنم شاید مهمترین بخش صحبت‌های این بقولی مصاحبه بتونیم بگیم همین این چیزی هستش که الان میخوام بگم، اینه که دوستان عزیزی که این ویدیو رو دارین میبینید یا حالا عزیزانی که اینو قراره بشنوین، من به عنوان برادر کوچیک ازتون خواهش میکنم با دید باز تصمیم بگیرید که میخواین ادامه تحصیل در خارج بدید. گیر جو و نمیدونم این نشید که بگین آقا ما از اکیپ دوستامون دبیرستان دانشگاه همه که رفتن، این آمریکاست، اون استرالیاست، اون نمیدونم دانمارک، پس منم برم. دوستان عزیزان، این بحث مهاجرت و ادامه تحصیل برای همه جواب نمیده. حالا شاید خودتون بگین که حالا خودش اونجاست دارین حرف میزنه، باور کنید من در حدی نیستم بتونم بگم کی بیاد، مثلا تو بیا تو نه یا فلان، اینجا ارث من نیست که بخوام روش قانونی بذارم. اینا از این جهت میگم چون واقعا شما با خودتون بشناسید. این همون صحبتی بود که توی طول صحبتامون کردیم راجع به بحث این که مثلا دوری از خانواده و اینا، طرف باید نسبت به خودش دید درستی داشته باشه، واقعا اینو با خودش حل کرده باشه که من میخوام این کارو بکنم یا نه. ببین من بهت گفتم من خودم از اول دانشگاه این تو ذهنم بود و داشتم آروم خودم رو آماده میکردم برای این دوری، این تنهایی، این چالشایی که باهاش قرار روبرو بشم. و توی مهاجرت فقط یا حالا ادامه تحصیل یا هر چیزی که می‌ذارید فقط قشنگیاشو نبینید، فقط خوبیاشو نبینید. یه بخشی از کار هستش که واقعا خیلی تاریکه، خیلی خیلی تاریکه و به معنی واقعی کلمه میتونه از پا درتون بیاره. یه مثالی بزنم، مثل اینه که فرض کنید یه نفر از خون میترسه، خون میبینه مثلا حالش بد میشه یا به قولی غش میکنه، بعد این شخص تصمیم بگیره من میخوام برم بورد تخصصی جراح قلب و عروق بشم. تو بهش فکر کن، طرف خون میبینه حالش بد میشه، تو فکر کن مثلا برش اولو میخواد بده، خب این جور در نمیاد. بعد من با یه سری از دوستانی که صحبت میکردم بعدشون میپرسیدم مثلا آیا برنامه‌ای داری برای ادامه تحصیل و اینا، میگفتن نه، خیلی هم محکم گفتن نه، من اینجا مثلا کنار خانواده‌ام راحتم، یه بیزینسی داریم، پول درآوردن تو ایران بلدم، تونستم گلیم خودم از آب بکشم و من اینجا راحت. خب اوکی، اگه واقعا راحته این به این معنی نیست که طرف حتما باید زورش که آقا تو برو کشور دیگه درس بخون ادامه تحصیل. اصلا شاید طرف درس نخواد بخونه. و اینو می‌خواستم بگم چون این اتفاقیه که افتاد و یعنی تجربه‌ای که من واقعا به دست آوردم و با چشمای خودم دیدم. یکی از دوستان ایرانی که تو همین پروگرام خود ما بود که تو دانشگاه خیلی خوبی هم درس خونده، من اسم نمیارم، اومد اینجا و همین ترم قبل از پروگرام انصراف داد و گفت من 2 هفته بعد بلیط برگشتم به ایران. و من اصلا جا خورده بودم که یعنی چی دارم برمیگردم، تو این همه زحمت کشیدی، این همه
توی این مسیر هزینه کردی، امتحان دادی، تازه GRE و اینا هم داده بودی، حتی برای آمریکا اینا می‌خواستی اقدام کنی، قیمت آزادسازی مدرکتو نگاه کن، نمیدونم این همه هزینه‌ای که کردی، بعد الان چرا داری میگی من میخوام برگردم؟ بعد گفت ببین هادی، برای من جواب نداد، مهاجرت برای من جواب نداد، من اینجا حس خونه ندارم، ناراحتم، دارم عذاب میکشم، واقعا تحت فشار عصبی و روحی هستم و این داره واقعا من میخوره ازم. این یه مورد دیگه این که سعی کنین انتظاراتتون رو واقعا از بحث ادامه تحصیل مشخص کنین. سطح انتظاراتتون چیه؟ دلیلتون برای ادامه تحصیل تو خارج چیه؟ یه نفر هست میگه آقا من میخوام بیام مثلا اروپا، اینو به عنوان یه سکو پرتاب میبینم، من میام آلمان درس میخونم، بعد یه رزومه خفن، ریسرچ فلان، میخوام برم برای آمریکا کار. بعد طرف میاد اینجا میبینه انگار سطح درس‌ها خیلی مثلا یه حالیه، یا مثلا یه فرقی که سیستم اینجا داره، اینجا دانشجوی ارشد ریسرچی انجام نمیده. اشاره کردم توی PhD که واقعا ریسرچ شروع میشه، توی ارشد طرف دنبال اینه که درس‌ها رو تا جایی که میشه پاس کنه، درس‌های لازم و مهارت لازم یاد بگیره و بعد ریسرچ رو توی PhD انجام بده. بعد طرف ممکنه بیاد با اون حالا دیدگاهی که نسبت به ایران داره، چون تو ایران ما باید یه ریسرچی توی دوران ارشد انجام بدیم، بعد میگه که این چیه؟ که اون چیزی که من می‌خواستم نبود. و این دقیقاً اتفاقی که برای همین دوست من افتاد و میگفت اینجا من اسم درس‌ها رو که می‌دیدم اصلا میگم واو چقدر خفنه، چقدر توپه، ولی محتواش رو می‌بینم این برای من واقعا ارضا کننده نیست. من انتظار داشتم تا آخر ترم 1 یا تا آخر ترم 2 ما خودمون مثلا یه کد فاینایت المنت برای مثلا فرض کن المان خرپا رو توی مثلا مطلب یا پایتون خودمون فاینایت المنتش رو مدل کرده باشیم و این مثلا این کد رو هی توسعه بدیم یا فلان روش عددی رو روش کار کنیم و اینا. ولی این چیزی که من می‌خواستم اینو نه. و گفت یعنی برگردم ایران من خیلی راحت‌تر به اون اهداف خودم میرسم. برای یه سری دیگه ممکنه این برعکس باشه، طرف واقعا میخواد بیاد اینجا صرفاً توی دانشگاه اینجا درس بخونه و بعد از اونم بلافاصله وارد بازار کار بشه و دیگه درس رو ببوسه برای همیشه بذاره کنار. و اگه این آدم یه انتخابی انجام بده، مثلا بره توی یه رشته یا یه دانشگاهی که خیلی توقع زیادی میره، کار زیادی میطلبه، این آدم کاملا چیز میشه، شوکه میشه و میگه ای بابا ما اومدیم اینجا مثلا سریع به قول یه مدرکی بگیریم و بریم سر کار، چرا اینجوری شد؟ سعی کنید سطح انتظاراتتون رو از این مسیر واقعا مشخص بکنید، چون خیلی شما دارین توی این مسیر هزینه میکنید. هزینه هست که واقعا هزینه گزافیه، یعنی پول تمکن هست، تمام خرجایی که الان بابت آزادسازی مدرک همه اینا هستش و سعی کنید تا جایی که میشه آگاه باشین از مسیری که میخواین کنید که این ریسکای این مدلی به حداقل برسه. چون اینکه شما بیاین اینجا و بعد تازه به نشه برسین من اشتباه انتخاب کردم، این یعنی من تو همون نقطه‌ای که بودم هستم، درجا زدم. 1 سال 2 سال گذشته من به اون چیزی که می‌خواستم نرسیدم، اون اهدافی که می‌خواستم رو نتونستم بهش برسم، کلی هم هزینه کردم و هیچ دستاوردی نداشت. این دقیقاً مثل اینه که شما یه کبریت بکشی زیر پولات و همه رو آتیش بزنی. یعنی حالا اصلا پول به کنار، انرژی و عمر تو این وسط هدر داری. و این میگم چیزیه که من خودم تا قبل از این خیلی بهش چیز کردم، یعنی خیلی سرسری میگرفتمش، ولی بعد از این اتفاقی که برای این به قول دوستمون اینجا افتاد دیدم نه واقعا این جنبه‌هاش هم خیلی مهمه و خب وقتی برای یه نفر جواب نمیده نمیشه زورش کرد که آقا تو حتما باید توی دانشگاهی تو خارج بخوای درس بخونی یا مدرک بگیری یا تجربه کسب کنی. این یه چیزی کاملا شخصیه و واقعا باید با دید باز این تصمیم گرفت و به قول یه تصمیم عجولانه و به قول جوگیری نگرفت که بعداً آدم افسوس بخوره که اصلا کاش این تصمیم نمیگرفتم. بازم میگم من نمیخوام کسی رو حالا منصرف کنم یا حتی تشویق کنم به اینکه بیاد، این چیزی که شما خودتون با توجه به علایقتون با توجه به روحیاتتون باید تصمیم بگیرید. خوبیاشو گفتیم، اینکه آقا شما فرصت اینو داری که با آدمای مختلف از مختلف دنیا معاشرت کنی، دیدگاه‌های اونا رو بشناسی، چه تو زمینه علمی چه کاری چه حتی فرهنگی و حتی مثلا غذا و کلی چیزای دیگه. از اون طرف هم یه سری نقاط تاریکی هم داره که واقعا ممکنه سخت باشه و واقعا به نقطه‌ای شخص رو برسونه که بگه اصلا مهم نیست چه هزینه‌ای کردم، من فقط میخوام برگردم به همون جایی که بودم. این یه چیزی که واقعا به نظرم خیلی ارزش اینو داره که آدم فکر کنه و به خودش زمان بده تا به این نتیجه قطعی برسه.
که مطمئن باشه واقعا تصمیمی که داره میگیره بهترین تصمیمی که توی اون بره زمانی میتونه بگیره. این واقعا خواهشی هستش که من از همه عزیزانی که دنبال ادامه تحصیل در خارج هستن دارم که تصمیمشون آگاهانه و با دید باز باشه. فکر می‌کنم این خیلی مهمه که توجه داشته باشه. خیلی نکته خوبی بود. اتفاقا افرادی که حالا سودای رفتن دارن، ما با یه روانپزشک صحبت میکردم، میگفت از اون سمت ما مراجعه کننده داریم، آدمایی که یه آرمان شهر برای خودشون ساختن اون سمت و میان و میبینن اون نیست و دچار افسردگی میشن و حتی نمیتونن برگردن. یعنی حتی اون هزینه مالی به کنار، اون هزینه روحی که آدم میبینه بعد از اینکه برمیگرده به هر حال میتونه خیلی به قول تو سنگین‌تر باشه. درسته. آره. ما خیلی ممنون ازت. آره حواسش باشه، چون حتی مثلا تو محیط کار تو فرض کن با همکارات میشینی، بعد خودم به زبون خودشون صحبت میکنن، دارن میگن میخندن جوک میگن و مثلا تو فرض کن نمیتونی تو بحث اونها شرکت کنی، مثلا اون داره جوک میگه همه میخندن، چون نفهمیدی فقط مجبوری یه لبخند بزنی که اوکی منم فهمیدم. یعنی میخوام بگم این به خصوص برای آدمایی باشه که دوست دارن تو جمع مشارکت کنن، نمیخوان ساکت یه گوشه بشینن، اینا خیلی چیزه که حتی سر یه میزی بشینن که جوکشو نمیتونن بفهمن که حتی بهش بخندن و این خیلی سنگینه. واقعا طرف میگه من اومدم چیکار کنم، آیا من واقعا تصمیم درستی گرفتم یا دارم بی خودی خودم رو عذاب میدم. این خیلی مهمه که آدم یه دید بازی واقعا داشته باشه نسبت به خودش، روحیات خودش و برنامه‌هایی که برای آیندهش و مسیر زندگیش داره. خب هادی جان، خیلی هم عالی، خیلی ازت ممنونم مجددا که دعوت ما رو پذیرفتی. گفتگوی خیلی خوبی شد. ممنون از شما دو نفر که دعوت کردین و در واقع این سوالای خیلی کلی و مفید رو پرسیدین. احساس کنم این سوالایی هستش که در اون اول کار سوالای خیلی ممکنه باشه و امیدوارم که جوابای منم تا حد امکان روشن بوده باشه و جای ابهامی نذاشته باشه و باعث بشه که همه عزیزان بهترین تصمیمی که میتونن رو بگیرن. خیلی ممنون از حضورت. امیدوارم که همیشه شاد و موفق باشی. زنده باشی. خیلی ممنون علی جان، لطف داری. برات آرزوی موفقیت دارم هادی جان. انشالله که مرسی موین جان. بیای ببینیمت. حتما موفق باشی. مرسی، ممنون از وقتی گذاشتین. امیدوارم که شما هم روز خوبی داشته باشین. زنده باشی. خدا خدا نگهدار. خدا نگهدار.